ابراهیم ادهم یک روز در گرد مطاف در طواف، قبلا هم گفته بودم که دستای خود را بلند کرد که پروردگارا چی کار کنم که دیگر گناه نکنم؟ من گفتم ارتباط بنده با الله چگونه برقرار شود؟ من چی کار کنم که دیگر گناه نکنم؟ خدایا مرا معصوم بگردان، خدایا مرا معصوم قرار بده که دیگر گناه نکنم. از گوشه دل خود آواز را شنید که ای ابراهیم تو چی میگویی؟ اگر تو گناه نکنی اسم من که غفار است، من کی را ببخشم؟ ای ابراهیم اگر تو گناه نکنی اسم من ستار است، من کی را بپوشانم؟ ابراهیم اگر تو گناه نکنی اسم من رحیم است، یکی مهربان باشم. عزیز من، الله چونین بزرگ مهربان داری، ولی الله فرمود ای ابراهیم تو راهکار وجود دارد که گناه نکنی. تو به سمت من میایی میگویی مرا معصوم بگردان، نه خودت میتوانی خودت را معصوم بکنی، خودت میتوانی از گناه ها نجات